سلام رها بافتی عزیز، قراره با هم 3 سوته یه هدبند خیلی ساده و خوشگل درست کنیم. کافیه به اندازه دور سرتون جایی که هدبند قرار میگیره زنجیره بزنید. آموزش زنجیره توی پست قبلی هستش. خب حالا اینجا میایم تو هر زنجیره یه بست میزنیم. ببینید خیلی راحت این بست رو تا آخر ادامه میدیم. خب بچه ها اینو تا آخر رچک ادامه بدیم، به این صورت میشه همینطور که میبینید. برای سری بعدی که میخوایم الان ببافیم، قلاب رو داخل قسمت پشتی وارد میکنیم. ببینید قسمت پشتی وارد میکنیم و بس میزنیم. همین کار رو انقدر تکرار میکنیم تا به اون اندازه که میخوایم هدبندمون مثلا باشه برسه. خب همین اندازه که الان میبینید واسه من کافیه. من همین اندازه میخواستم که نازک باشه. شما اگه دوست دارید پهن‌تر باشه میتونید پهنش کنید. الان اینجا نخو میگیرم و میکشم بیرون و قیچی میکنم. میکشم بیرون، یه قسمتی رو از نخو قرار میدم واسه دوخت که قرار دوخت بزنیم. اینجوری ببینید میذاری رو هم و لایه ها رو با هم تا میکنه و شروع میکنیم میدوزین. این شد یه دونه هدبند خیلی ساده که راحت میتونید در عرض نیم ساعت ببافینش.